بعضی از این حرفایی که در این سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مطرح شد لایق جواب دادن نیست. اینقدر سطح حرف پایینه که مایه سرافکندگی گوینده حرف و مایه سرافکندگی ملت آمریکاست. ترامپ گفت که میخواد از قدرت برای صلح استفاده کنه. دروغ گفت. ایشون و مسئولان آمریکایی، دولت‌های آمریکا از قدرت استفاده کردن برای قتل عام غزه، برای جنگ افروزی در هر جایی که بتوانند، برای حمایت کردن از مزدوران خودشون. از قدرت این استفاده رو کردن.